من الان این پام و این دستم خیلی زیاد در اختیارم نیست. خداوند چی میگه در قرآن میگه که به هیچ چیزی دل نبندید. دلبستگیمو از انسان و یا از بعضی چیزهایی که متعلقات خودم بود ول کردم. واقعا آدم باید در زندگی و این همون چیزهایی باشه که می نویسن در قرآن نوشتن و یا از قدیم تعلیم بهم دارن. یعنی واقعا آدم باید دل بکنه از هر چیزی. یه زمانی غلام حسین مظلومی که اخیراً مرد خدا بیامرزش خیلی بازیکن خوب بود، بازیکن عالی بود که مهاجمه، یعنی یه فوروارد خیلی خوب که پای بلندی و هم داشت، فراش خیلی خوب بود از دفاع و خیلی خوب شوت میزد، چارچوب دروازه رو خوب میشناخت. به هر حال به طور کلی یه بازیکن خوزستانی تمام عیار فوتبالیست بود. این با رایکوف که من خیلی دوستش داشتم و با هم گاهی اوقات صحبت می‌کردیم، من از چیزایی یاد می‌گرفتم. مثلا اینو می‌آورد و زندگی اینو، خونه اینو، خواب اینو، همه چیز اینو زیر نظر داشت. اینقدر به این علاقه داشت که میگفت اگر همه یه نفر رو به من بدید ببرم اروپا من میلیونر میشم با همین یه نفر. اینقدر به این علاقه داشت و بازی اینو پسنده. خلاصه بعد یهو میدیدیم که مثلا امروز بازی دارن تو ارنج نیست، نشسته رو نیمکت. گفتیم آخه چرا این کاری کردی؟ گفت این دیشب دیر رفته خونه، دیر خوابیده، الان خانوخا نمیتونه چون مضطربه و مثلا حالت غیر عادی داره، خوب نخوابیده، نمیتونه خوب بازی کنه. موقع مطالب مثلا اینترنت و اینا انقدر نبود، مطالب رو چجوری برای روزنامه میفرستادی؟ فکس می‌شد؟ خیلی سخت، خیلی سخت. چجوری میشه کار؟ مثلا یه دونش اینجوری بود، ما کارمون سخت‌تر از کار مثلا مثل مال بهمنشونه بود. چرا؟ چون با رادیو هم موقع میگفتم مثلا ما تازه میرفتیم مینوشتیم، بعد که مینوشتیم میبردیم در یک چیز مخابراتی و در اونجا چیز میکردیم، یه تلکس پرفوراژ بود، سوراخ بود که اون باید میدادیم نوار مانند میدادیم، تایپ میکردن و تایپش هم باید به قول چیز باید فینگلیش بود، یعنی ما می نوشتیم به زبان لاتین و نوشته میشد، تهران تازه میخوندن ترجمه میکردن، همونو ترجمه میکردن، بعد میشد یه تلکس های خیلی بلند بالایی میشد. عجله دنیا ورزش سالی چنده؟ سال 72. این دیگه مربوط است به این سالهایی که ایران بودم، سالهایی که روزنامه ایران بودم و اینو خود چیز گرفت، کاوه گرفت در دفتر روزنامه دیماه 73 در توی سالن آمفی‌تئاتر یا به اصطلاح جایی که من روزنامه ایرانی آقای اکبرآبادی گفتم که این روزنامه کیه؟ دولته یا مردم؟ یکی میگفت مردم، یکی میگفت دولت. گفتم نه، هر دوش، ولی سیاست باید این باشه، هم حرف مردم بزنیم هم حرف دولت.